سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز پر انرژی رو شروع کرده باشید. امروز اومدم با آموزش راحت ترین روش ریموو ژلیش و قرار اصولی ترین و ساده ترین روش پاک کردن ژلیش رو امروز بهتون آموزش بدم. تا آخر ویدیو همراه هم باش و حتما اگه دوستش داشتی لایک و ساب کن و برام کامنت بذار. برای پاک کردن بچه‌ها ژلیش یا ریموو ژلیش از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنن که اصولی ترین روش استفاده از سرسوهانه، یعنی استفاده از سوهان برقی و سرسوهانه. من برای ریموو کردن همیشه از سرسوهان کاجی ولکانو استفاده میکنم که سرسوهان خیلی خوبی هستش و به شدت با کیفیت. حتما توی خرید سرسوهان هاتون دقت لازم رو داشته باشید. بریم که ریموومون رو شروع بکنیم. خب بچه ها، دستگاه سوهانتون رو روشن میکنین، با دور موتور بالا شروع به ریموو میکنین. بچه ها یه چیزی رو بهتون بگم حین انجام کارتون. اگر ریمووی که میخواید انجام بدید برای ژلیش هستش، یعنی یه ژلیش خیلی ساده هستش، حتما فشار دستتون رو کم بکنید و با سرعت این کار رو انجام بدید. اما اگر ریمووی که میخواید انجام بدید برای کاشت هستش، یعنی اینکه روی انگشت مشتریتون کاشت وجود داره و شما میخواید حالا لاکشلش رو ریموو بکنید یا کلا یک لاکشل دیگه‌ای براش بزنید، حالا اونجا یک مقدار میتونید فشار دست داشته باشید. الان برای من توی ویدیو کامل مشخصه، چون صدف ناخونم فقط لاک روشه، من یکم مجبورم آرومتر این کار رو براتون انجام بدم. میبینید فشار دستم کمه و سعی میکنم یه مکس کوتاهی بین کشیدنم انجام بدم که پوستم داغ نشه، صدفم داغ نشه که بسوزه. و حتما دقت لازم رو داشته باشید، مخصوصا توی ریموو برای ژلیش، یعنی یه ژل پولیش ساده رو ریمووش رو باید بیشتر دقت بکنید، به خاطر اینکه صدف خیلی زود ممکنه آسیب ببینه. میبینید من خیلی آروم و با مکس این کار رو انجام میدم که خدایی نکرده صدفم دچار آسیب نشه. خیلی هم فشار بهش نمیارم. اینا نکاتیه که به نظرم یادداشت بکنید، توی کار خیلی به دردتون میخوره. حالا من چون یکم انگشت خودمه خیلی دسترسی ندارم که سرسوهان رو بچرخونم و راحت تر این کار رو انجام بدم، اما روی دست مشتری قطعا خب من راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم. حتما بچه ها ویدیو رو با دقت ببینید به همین راحتی بدون هیچ گونه آسیبی من لاکشل رو گوشه کارم با یک ذره نوک سرسوهان آروم روی جایی که لاک داره میکشم. دقت بکنید که با سینوس و کوتیکول برخورد نداشته باشه، چون دور موتورتونم بالا هستش، باعث ایجاد زخم و خونریزی میشه. خب بچه ها، ریموو من تموم شد به همین راحتی. حتما بچه ها برای مشتریتون اگر که بعد از اینکه ریموو کردن قصد نداشتن کار دیگه ای انجام بدن،
مثلا حالا درخواسته مثلا کاشت نداشتن بعدش، حتما بعد از اتمام ریمووتون یه مانیکور انجام بدین. ببینید الان ناخن من نیاز به مانیکور داره. یه مانیکور ساده عرفش اینه که شما بعد از ریموو هر کاری برای مشتریتون انجام بدین. بچه‌ها این هم از آموزش امروزمون. این ساده ترین روش ریموو ژلیش هستش. حتما از همین روش استفاده بکنین. نکاتی که گفتم و حتما بهش دقت داشته باشین و یادداشتش بکنین ترجیحاً، چون حین کار خیلی به کارتون میاد این نکات و خیلی مهمه که شما آثار زخم و خونریزی به هیچ عنوان روی دست مشتری نداشته باشید، چون نهایتاً اون مشتری یک بار دو بار به شما اطمینان میکنه. اگر بار سوم هم زخم خونریزی داشته باشید به هیچ عنوان اون مشتری دیگه به شما اطمینان نمیکنه و پیش شما برای انجام خدماتش نمیاد. حتما میتونید با ولکانو انجام بدید این کار رو. به نظر من ولکانو بهترینه. من خودم از این سرسوهان چند سال استفاده میکنم و خیلی راضیم. سرسوهان های دیگه هم هستش که توی ویدیوهای دیگه حتما بهتون معرفیش میکنم. لایک و ساب یادتون نره و حتما توی کامنت ها به هم بگید که دوست دارید آموزش بعدیمون چی باشه. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. ناخنات همیشه بدرخشه.